با سلامی دیگر باره به بینندگان بینیت عزیز رادیو زودی و همه اونهایی که این لحظه هم رو تماشا دارند. شالگو خوجه هستم چون همیشه در ساعت 10 با وقت پراگ با سرخط خبرهای روز در خدمت شما و فراموش نکنید که 3 ساعت بعد برنامه خبری پیشنهادتون میگردد در همه جا در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب که همه شما رو منتظر خواهیم بود. و نخست خوشخبری داریم به همه اونهایی که درباره تقدیر سیم کارت هایشان نگران بودند. مهلت از نو به قیدگیری سیم کارت هایی که با شناسنامه های کهنه گرفته شده بود دراز گردید. قبلا گفته میشد که باید تا 16 август صاحبان چنین سیم کارت ها با شناسنامه های نو دوباره از قید بگذرند. در عکس حال سیم کارت خاموش کرده می شود. حالا چند ماه دیگر اضافه گردید. مهلت نهایی کی خواهد بود در برنامه خبری خواهیم گفت. از این رو ما رو تماشا کنید. برای استرداد گفتشونی دارند. مقامات توجیک میگویند خوجا کریموف معروف به خوجا کماندیر از فرماندهان مشهور سابق فرونت خلقی واقعا هم بازداشت شده است. حالا او در دبی قرار دارد. خوجا کریموف 12 سال پیش پس از باز شدن پرونده جنایی ضد تاجیکستان را ترک کرد و حکومت به واسطه اینترپول پیگرد قانونی او را اعلام داشت. او در دست داشتن در جنایت‌های وزنی در زمان جنگ شهروندی متهم است. به بازداشت خوجا کماندیر که بعد جستجوی 10 ساله در خارج کشور میسر شد، کارشناسان توجیک چی نظر دارند در برنامه پیشنهاد شما خواهیم کرد. یا با زوری یا با زر. واردات چوروا از بوج آزاد شد. تطبیق این قرار به نرخ گوشت تاثیر خواهد داشت یا نه؟ در این اواخر بلند رفتن نرخ گوشت به موضوع بحث خاص و عام تبدیل یافته است. بخصوص ساکنان کم بضاعت و میان حال از آن عصبانی هستند که با نرخ‌های نو از برده گوشتی که بین هم مایه یک بار می‌دیدند محروم شدند. مقامات تا امروز چند دفعه برای به اعتدال آوردن نرخ گوشت چاره‌های را روی دست گرفتند. از جمله برای قصابان نرخ یگانه گوشت رو تعیین کردند یا یارمارکه تشکیل نمودند. تعیین نرخ پست با کمچینی گوشت سبب شده صفت محصولات یارمارکه ها بارها تنقید شده است. درباره قرار نوبتی واکنش خریداران را بعد کمتر از 3 ساعت دیگر در اختیار شما بینندگان عزیز خواهیم گذاشت. از حکم روزی نیست. همسری امیرعلی دولتوف نفری که همچون طراح آشوب در زندان خوجند به حبس ابد محکوم شده است میگوید از روی حکم دادگاه شکایت خواهند برد. به گفته عقیل‌مو دولت و شب آشوب او با فرزندانش در اتاق ملاقات در زندان خوجند با شوهرش بوده است. صحبت از این بیشتر و کمی دیرتر به شما نمایش میدیم، اما باید گفت با وجود آنکه حکم گمانبران آشوب آخر ماه ایول صادر شده است ولی توضیح در این باره تا هنوز نیست. خدمات بهداشتی در منطقه کلوب مشخص کرده است که 4 عضو یک خانواده از دهه پیستمزار از چی زهرآلود شدند. این زهرآلودشوی الکی باعث مرگ 2 نفر از این عائله و در حالت وزن قرار گرفتن 2 نفر دیگری آنها شده است. اما پیوندان شکایت دارند که به آنها تا به حال رسما نگفتند که اعضای عائله از چی زهرآلود گشتند. همکار ما امکان یافت که در بیمارستان با جانب‌ها صحبت کند و گزارش را نیز در این زمینه تهیه نمود که میتوانید در برنامه خبری تماشا کنید و اگر فرصت رسید البته در برنامه و اگر نه فردا حتما برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. و امروز دادگاه در شهر مسکو شکایت وکیلان سمرالدین رجبوف یک زوده تاجیکستان را که پس از شرکت در گردهمایی مخالفان در مسکو بازداشت شد بررسی میکند. او در بی‌ترتیبی‌های عمومی و استفاده از زور نسبت به نماینده حکومت عیبدار میشود. البته ما این موضوع را مد نظر داریم و هر تفصیلات اگر تو برنامه خبری به دست ما رسید پیشنهاد شما خواهیم کرد و البته طوری هم گفتم تو برنامه 3 ساعت دیگر هست و اگر بازم تو شروع برنامه خبر و یا گزارش تازه به دست ما رسید که من حالا در اینجا برای شما نگفتم منتظر باشید. میتونید اون رو در برنامه تماشا کنید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب. فراموش نکنید. تا اون دم روز خوب داشته باشید.